سوال چهارم، اختلاف جواب‌های معادله فلان است در بازه صفر تا پی برابر فلان مقدار تانژانت فلان. خب وقتی پی دوم می دوم دیدی به این فرم، ببین الان این در واقع باید اینا رو جدا کنی دیگه، در واقع باز بکنی. این میشه پی دوم به اضافه 2x، اینم میشه پی دوم به اضافه 4x. این مخرج دو واسه هر کدومشونه دیگه، درسته؟ خب سینوس پی دوم گفتم جنس عوض میشه، سینوس میشه کوسینوس، پی دوم اضافه 2x میفته ربع دوم، پی دوم اضافه یه چیزی میفته ربع دوم و سینوس مثبت، اینم مثبت میمونه مثبت کوسینوس 2x به اضافه 1 بر روی این هم کوسینوس میشه سینوس، جنسش عوض میشه میفته ربع دوم، اما ربع دوم کوسینوس منفیه، میشه منفی سینوس 4x، درست؟ مساوی 0. تنها کاری که میشه کرد الان سینوس 4x رو برداریم بنویسیم 2 تا سینوس 2x کوسینوس 2x. حالا این مخرج مشترک بگیریم، مخرج مشترک 2 تا سینوس x کوسینوس x البته 2x. خب و این منفی رو هم بریم بالا، این منفی 1 بکنیم، منفی رو هم حذف کنیم. حالا این کوسینوس 2x برای اینکه بخواد در اون ضرب بشه برای مخرج مشترک 2 تا سینوس 2x میخواد، پس صورت این هم میشه 2 تا سینوس 2x. حالا در واقع در صورت کلا الان توی این مخرج کسر خودمون میشه 2 تا سینوس 2x منهای 1 مساوی 0. خب الان رسیدیم به چنین چیزی. آقا یک کسر داریم، این کسر میخواد 0 بشه. چه زمانی 0 میشه؟ زمانی که صورت این 0 بشه، یعنی 2 تا سینوس 2x منهای 1 بشه 0، سینوس 2x بشه 1/2. خب این یه جواب. خب در بازه 0 تا پی، در بازه 0 تا پی. خب اینا رو چجوری حل میکنیم؟ سینوس 2x 1/2. یک نکته هم حواست باشه، ببین اینا مخرج دارن، مخرج نباید 0 بشه. الان این نباید 0 بشه، این نباید 0 بشه، این محدودیت. الان این نمیتونه 0 باشه، سینوس 2x نمیتونه 0 باشه، کوسینوس 2x نمیتونه 0 باشه. شد سینوس 2x مساوی 1/2. بازم 0 تا پی. آقا یه دقت بکن. خب وقتی این 2x بازت که میشه 0 تا 2p طبق توضیحات قبلی. اوکی، سینوس چه زاویه میشه 1/2 پی ششم. یه دایره مثلثاتی میکشی، خب مشخص کن از بازه 0 تا 2p بخواد بشه 1/2، سینوس اینجا میشه 1/2 دیگه حدودا. خب بکش، یکی اینجا میشه، یکی اینجا میشه، یکی اینجا، یکی اینجا. خب اینجا که خب 30 درجه است، پی ششم دیگه. اینجا چی میشه؟ اینجا خب پی دیگه، اینجا میشه پی منهای پی ششم. تمام شد. این میشه دو تا جوابات، پی ششم و پی منهای پی ششم که میشه 5 پی ششم. چی میخواد؟ اختلاف جواب ها. آیا پی ششم و 5 پی ششم اینا رو صفر میکنن؟ نه خیر، مشخص که صفر نمیکنن. خب اختلافشون آه، اختلافشون آه، یعنی 5 پی ششم که یه جوابه، 5 پی ششم منهای یه دونه جواب دیگه که پی ششم میشه 4 تا پی ششم یا 2 پی سوم. حالا آ شده 2 پی سوم، میگه تانژانت 2 آلفا چی میشه؟ تانژانت 2 تا 2 پی سوم که میشه تانژانت 4 تا پی سوم، میشه تانژانت پی به اضافه پی سوم. تانژانت وقتی
وقتی میخوایم حسابش بکنیم پی جنس عوض نمیکنه، تانژانت میمونه، میفته ربع سوم تانژانت مثبتن، میشه مثبت تانژانت پی سوم و 60 درجه هم تانژانتش میشه رادیکال 3. جواب گزینه 3.